خودآگاهی بدون فریب دادن خود، بدون دروغ گفتن به خود، بدون نقاب. من کیم واقعا؟ من جایگاهم چنده؟ مثل یه بچه تو مدرسه میگه آقا من نفر چندم کلاس هستم، نفر چندم مدرسه هستم، صادقانه با خودش نگاه میکنه از درس و معدل و نمرات، میگه آقا من نفر 23 مدرسه هستم، نفر 12 کلاس هستم. خب اول بس من بدونه که بخوام کسی رو فریب بدم، بدونه که بخوام فرافکنی بکنم، بدونه که بخوام نقابی بزنم، بگم آقا بله من الان این جایگاه دارم. اول پس یه خودشناسی، یک خودآگاهی نسبت به وضعیت موجود خودم داشته باشم. خب بعد برم دنبال یادگیری. خب برای اینکه من از وضعیت اکنونم برسم به وضعیت مطلوب که نامبر وان بودن و بهترین بودن هست، این مسیر طی نخواهد شد و شما به نسخه عالی و بهترین خودتون مبدل نخواهید شد مگر اینکه این مسئله چیزی یاد بگیرید، یه چیزی رو بلد بشید، یه مهارت‌هایی رو، یه هنرهایی رو، یه آگاهی‌هایی رو بهش مسلط بشید. هرچی شما مهارت‌های بیشتر یاد میگیرید، بهتر میتونید نسخه عالی خودتون رو بروز بدید. مثلا حالا اون بچه‌ای که مثلا تو مدرسه هستش، نمرش 12 میخواد بشه 20، باید مهارت‌های مطالعه یاد بگیره، مهارت‌های درس خوندن یاد بگیره، مهارت‌های تستنی یاد بگیره، مهارت‌های تمرکز یاد بگیره، مهارت‌های به خاطر سپاری یاد بگیره. یه سری مهارت‌ها رو باید یاد بگیره دیگه. یعنی چجوری میخواد از الف به ب تبدیل بشه؟ این ممکن نیست. حالا تو هر حوزه این یادگیری هست. من از یک فروشنده معمولی توی این راسته، توی این خیابون، توی این شهر میخوام به یک فروشنده عالی تبدیل بشم. خب باید کلی مهارت‌های فروش و مذاکره و متقاعدسازی یاد بگیرم، کلی باید آموزش ببینم، یاد بگیرم و اون یادگیری ها رو که حالا یاد گرفتم مرحله سوم باید پرتلاش باشم. با تلاش های معمولی تبدیل به آدم معمولی میشید، با تلاش های متوسط تبدیل به آدم متوسط میشید، با کار غیر عمیق متمرکز پر از حواس پرتی و کار ضعیف و شل بودن هیچ وقت شما نمیتونید بهترین باشید تو هر حوزه‌ای. پس ببین، اول خودآگاهیه، بعد یادگیریه، بعد تلاشه، بعد سخت کوشیه. تلاشی برای اینکه عیب‌هامو رفع کنم، تلاشی برای اینکه اون چیزی که یاد گرفتم به عنوان اصول و مهارت‌ها اونها رو به کار ببندم، تمرین کنم، زندگی کنم. یک خود انضباطی جدی برای اینکه اگر میخوام، من همیشه میگم که عمدتاً میگن که من چیکار کنم پولدار بشم، مثلا من چیکار کنم موفق بشم. به جای این سوال که من چیکار کنم چنین شوم، بگو من چگونه آدمی باید بشم که به اونجا برسم. خوب به این دقت کنید، این جمله خیلی کلیدیه ها. ما اینو ابتدای دوره‌های مکعب و کسب و کارم میگم که هیچ وقت نگو من چه کار کنم که مثلا به $N میلیون برسم. بگو من چه جور شخصیتی باید داشته باشم، چه ویژگی هایی باید داشته باشم که به اون جایگاه، به اون موقعیت، به این امکان برسم. حالا